با سلام، من لیلی هستم، یک هموابسته شکرگزار در حال بهبودی از مشهد. من گرداننده این جلسه هستم و اول از همه نوروز 1400 و سال نو خورشیدی رو خدمت همه دوستان تبریک عرض می‌کنم. Hello, my name is Leili. I am a recovering codependent from Mashhad, Iran, and I am the chair of this workshop. I would like to say Happy Nowruz, or the Persian Happy New Year. اجازه بدید برنامه کارگاه امروز رو خدمتتون معرفی کنم. مدت زمان این کارگاه در حدود 4 ساعت به طول خواهد انجامید و کارگاه با خواندن دعای شروع جلسه آغاز خواهد شد. خوانش در این لحظه 7 فروردین ماه رو خواهیم داشت و پس از اون خوانش 12 سنت هموابستگان گمنام و بلافاصله سخنرانی اول با حضور بنیانگذاران کدا و با موضوع تاریخچه هموابستگان گمنام و چگونگی شکلگیری اون رو خواهیم داشت و پس از اون 15 دقیقه استراحت برای شما در نظر گرفته شده و بلافاصله ادامه کارگاه رو خواهیم داشت با خواندن دعای آرامش و شروع سخنرانی دوم با موضوع روابط و بهبودی با خود، دیگران و با نیروی برتر. پس از اون خوانش 12 وعده هموابستگان گمنام رو خواهیم داشت و در آخر اتمام کارگاه با خواندن دعای پایان جلسه. Let's have an overall look out of today's workshop. The total approximate time of this workshop is about 4 hours. And we are going to start our workshop by the opening prayer. Then we read out in this moment, 27th of March. And we continue by reading 12 traditions. And then we're going to have the actual workshop by Ken and Mary, the 2 co-founders of Coda, with the topic of the history of Coda and how the fellowship was formed. Afterwards, we would have a 15-minute break, and immediately after that, the second part of our workshop starts by the Serenity Prayer. Continuing our workshop with the second topic, relations and recovery with the self, with others, and the higher power. The next part is reading the 12 promises of Coda, and finally the workshop will be closed by closing prayer. لطفاً با خواندن دعای شروع جلسه مرا در آغاز کردن کارگاه همراهی نمایید. با عشق و راستی از نیروی برترمان می‌خواهیم ما را هدایت کند. آنگاه که تجربه، نیرو و امیدمان را به اشتراک می‌گذاریم، ما دریچه‌های قلبمان را به روی پرتو خرد، گرمی عشق و لذت پذیرش باز می‌کنیم. Now please accompany me to start the workshop by reading the opening prayer. In the spirit of love and truth, we ask our higher power to guide us as we share our experience, strength, and hope. هموابستگان گمنام گروهی از زنان و مردانی هستند که هدف مشترکشان گسترش روابط سالم است. تنها لازمه عضویت تمایل به داشتن روابط سالم بر مبنای عشق است. ما دور هم جمع می‌شویم تا با حمایت و همراهی یکدیگر در سفری که برای کشف خود میباشد بیاموزیم به خود و دیگران عشق بورزیم. زندگی به روال این برنامه به هر یک از ما این امکان را می‌دهد به طور روزافزون با خودمان در مورد گذشته و رفتارهای هموابستگانه‌مان صادق باشیم. Codependent Anonymous is a fellowship of men and women whose common purpose is to develop healthy relationships. The only requirement for membership is a desire for healthy and loving relationships. We gather together to support and share with each other in a journey of self-discovery, learning to love the self. Living the program allows each of us to become increasingly honest with ourselves about our personal histories and our own codependent behaviors. ما ورود شما را به انجمن هموابستگان گمنام که برنامه‌ای برای رهایی از هموابستگی است خوش آمد می‌گوییم. جایی که هر یک از ما تجربه، نیرو و امیدمان را به اشتراک می‌گذاریم تا رها شدن را جایگزین اسارت کرده و به جای آشفتگی که در رابطه با خودمان و دیگران داشته‌ایم، آرامش را بیابیم. We welcome you to Codependent Anonymous, a program of recovery from codependence, where each of us may share our experience, strength, and hope in our efforts to find freedom where there has been bondage
and peace where there has been turmoil in our relationship with others and ourselves. ما به 12 قدم و 12 سنت برای رسیدن به خرد و دانش متکی هستیم. اینها اصول برنامه ما هستند و ما را به سوی گسترش روابط صادقانه و رضایت بخش با خود و دیگران هدایت می کنند. هر یک از ما در کدام می آموزیم تا پلی به سوی نیروی برتری که خودمان درک می کردیم بسازیم و این حق را برای دیگران نیز قائل باشیم. We rely upon the 12 steps and 12 traditions for the knowledge and wisdom. These are the principles of our program and guides to developing honest and fulfilling relationships with ourselves and others. In Coda, we each learn to build a bridge to a higher power of our own understanding, and we allow others the same privilege. این فرایند بازسازی برای ما هدیه‌ای شفابخش است. با انجام فعالانه برنامه هموابستگان گمنام، هر یک از ما می‌تواند احساس شادی، پذیرش و آرامش جدیدی را تجربه کند. This renewal process is a gift of healing for us. By actively working the program of Codependent Anonymous, we can each realize a new joy, acceptance, and serenity in our lives. به همه شما عزیزانی که از هر نقطه این کره خاکی در این کارگاه به جمع ما پیوستید خوش آمد میگیم. We welcome all the attendants in this gathering from all over the world. تازه واردان عزیز در صورت تمایل میتونید به شماره واتساپ 0990 96 20 394 تکرار میکنم 0990 96 20 394 پیام ارسال کنید و یک جلد کتاب هموابستگان گمنام رو به عنوان یادبود شرکت در این کارگاه دریافت کنید. این هدیه برای شما ارسال میشه و ما امیدواریم که این هدیه بتونه الهام بخش مسیر بهبودی شما باشه. If you are a newcomer and you are in this workshop, we welcome you again, and I would like to inform you that you can text a message to this telephone number on WhatsApp 09096000394, and then we will send you a volume of a Codependent Anonymous book as a gift and memorial of this workshop. We hope that this gift would be inspiring in your recovery process. اکنون از فرید خواهش میکنم در این لحظه رو برایمان بخواند. Now I would like to ask Farid to read us in this moment. Thank you. خب من فرید هستم، یک هموابسته. الان میکرم باز شده از شهر وین اتریش. امروز 7 فروردین در این لحظه حد و مرز میکشم. من هیچ وقت در مورد حد و مرزها چیزی نمیدانستم تا اینکه به برنامه بهبودی آمدم. من هیچ حد و مرزی نداشتم، اما میخواستم داشته باشم. چند روز پیش یکی از دوستانم میخواست پشت سر کسی غیبت کند و من به او گفتم این واقعا به من مربوط نمیشود و موضوع صحبت را تغییر دادم. هفته پیش مادرم از من خواست یک قرار شام با همسر سابقم و 2 پسر بزرگم بگذارم. من به او گفتم اگر آنها بخواهند که این کار را انجام دهند میتوانند قراری برای خودشان تنظیم کنند. من حد و مرز میکشم و به حد و مرزهایم میچسبم. چه رشدی. ممنون و تمام. خیلی متشکرم. سنت های کدا راهنمای معنوی ما هستند. از هومن خواهش میکنم 12 سنت کدا را برایمان بخواند. The 12 traditions of Koda are our spiritual guide in life. So I ask Human to read them for us. Thank you. سلام، من هومن هستم، هموابسته، سپاسگزار و در حال بهبودی. 12 سنت هموابستگان گمنام. 1. منافع مشترک ما باید در رأس قرار گیرد. بهبودی شخصی به وحدت کدا بستگی دارد. 2. در ارتباط با هدف گروه ما فقط یک مرجع نهایی وجود دارد، نیروی برتری مهربان که به گونه‌ای ممکن خود را در وجدان گروه ما بیان می‌کند. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستند. آنها حکومت نمی‌کنند.
3. تنها لازمه عضویت در کدا تمایل به داشتن روابط سالم بر مبنای عشق است. 4. هر گروه باید مستقل باشد به جز در مواردی که بر گروه‌های دیگر یا کدا در کل اثر بگذارد. 5. هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد و آن رساندن پیام به دیگر هموابسته‌هایی است که هنوز در رنج هستند. 6. یک گروه کدا هرگز نباید هیچ مؤسسه مرتبط یا سازمان خارجی را تایید یا در آنها سرمایه‌گذاری کند یا نام کدا را به آنها عاریت دهد. مبادا مسائل مالی، ملکی یا شهرت ما را از هدف اصلی روحانیمان منحرف سازد. 7. هر گروه کدا باید کاملا متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند. هموابستگان گمنام باید همیشه غیر حرفه‌ای باقی بمانند. 8. هموابستگان گمنام باید همیشه غیر حرفه‌ای باقی بمانند. اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندان مخصوصی استخدام کنند. 9. کدا تحت این عنوان هرگز نباید سازماندهی شود، اما ما می توانیم هیئت‌های خدماتی یا کمیته‌هایی تشکیل دهیم که مستقیما در برابر کسانی که با آنها خدمت می‌کنند پاسخگو باشند. 10. کدا هیچ عقیده‌ای در مورد مسائل خارجی ندارد. بنابراین نام کدا هرگز نباید به بحث‌های اجتماعی کشانده شود. 11. خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اساس جاذبه است، نه تبلیغ. ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ کنیم. 12. گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ماست و همیشه به ما یادآوری می‌کند که اصول را بر شخصیت‌ها ترجیح دهیم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. اکنون وقت سخنرانی اول با موضوع تاریخچه شکلگیری کداست و این سخنرانی توسط صبا ترجمه میشه. از صبا خواهش میکنم که اول خودشون رو معرفی کنن و سپس شروع سخنرانی رو خواهیم داشت. متشکرم. Now we are going to have the actual workshop by Ken and Mary, the two co-founders of CODA, with the topic of the history of CODA and how the fellowship was formed. This part is translated by Saba. Saba, I would like to ask you, please introduce yourself in advance and then start the translation. Thank you. Hi, everybody. Sorry, I couldn't unmute myself. I'm Saba, codependent, grateful in recovery. سلام به همگی. سبا هستم، هموابسته در حال بهبودی. Please, Ken and Mary, start. Thank you. Thank you. My name is Mary and I am a grateful recovering codependent. اسم من مریه، یک هموابسته شکرگزار در حال بهبودی. And my heart is full right now. I am so grateful to be able to be here and that you all invited Ken and I to come and share with you. من خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم و قلبم پر از شادیه که این امکانش مشارکت کردن تجربه‌مون رو با شما داریم. My name is Ken and I too am a grateful recovering codependent. اسم من کن و من هم یک هموابسته شکرگزار در حال بهبودی هستم. And I am just honored and delighted to have this opportunity to be here and to share with you today. It really touches my heart to see all of you. من افتخار میکنم و از درونم خیلی خوشحال هستم که این امکان رو دارم که امروز در خدمت شما باشم و از صمیم قلبم خوشحال هستم. We spent a lot of time trying to simplify a way to talk about how CODA started. ما زمان زیادی صرف کردیم که خیلی ساده بتونیم بگیم که کدا چگونه شکل gرفت. So we wrote it all down. همش رو نوشتیم. And in order to and simplified it. ساده سازی کردیم. In order to stay on track so we could move through the information gracefully. که بتونیم در یک روال مشخص همه اطلاعاتی که می‌خوایم رو به شما برسونیم. So we're going to read as we go through this, and we'll also make this information available to you for translation. ما از روی این نوشته می‌خونیم و این اطلاعات رو برای شما برای ترجمه فراهم می‌کنیم. Mary and I we had been in counseling for about 2 years for codependents. من و مری
برای هموابستگی در حدود 2 سال مشاوره بودیم. And we were finding it increasingly difficult to gain support. و خیلی سخت بود که بتونیم پشتیبانی داشته باشیم در این مورد. For and talk about codependence in AA meetings. که در مورد هموابستگی تو جلسات AA صحبت کنیم. We were both in recovery in both AA and NA, Narcotics Anonymous as well. ما هر دو در AA و NA فرایند بهبودی رو داشتیم طی می‌کردیم. So we heard often that in those meetings that we shouldn't be talking about these types of things. ما مدام میشنیدیم توی این جلسات که ما نباید در مورد همچین مواردی صحبت کنیم. And rightfully so. Sorry, I didn't get. And rightfully so. و به این خاطر AA is a program of recovery from alcoholism, not codependence. چون AA یه برنامه بهبودی برای الکلی‌های گمنامه، نه هموابستگان. During those 2 years, I was a clinical director for an addictions treatment program. در مدت اون 2 سال من یک مسئول درمان توی اون سازمان برای معتادان بودم. And as part of my work, I completed hundreds of evaluations for codependence on patients and family members. و در نتیجه این کار صدها مورد هموابستگی رو برای بیماران و خانواده‌های اونها درمان کردم. And I found that many of these people were not adult children or friends or family members or relatives of alcoholics or addicts. و فهمیدم که همه این آدم‌ها نه فرزند نه وابسته، یعنی ارتباط خاصی با الکلی‌ها نداشتن لزوماً. Many were extremely uncomfortable after treatment for codependence going to ACA or Al-Anon. خیلی از اونها احساس خیلی خوبی نداشتن، احساس راحتی نداشتن که بعد از این مداوا برن سمت خانواده‌های الانان. And eventually left those programs. و آخر سر اون برنامه‌ها رو دیگه نرفتن. And were left without support for codependence recovery. و دیگه پشتیبانی برای بهبودی هموابستگیشون نداشتن. I consider the idea of a 12-step recovery program for codependence. من ایده 12 قدم رو برای هموابستگی بررسی کردم. Throughout the summer of 1986. در طی تابستان 1986. Yes. 1986. And I had a 1-hour drive to and from work every day. و هر روز 1 ساعت در مسیر رفت و برگشت کار من 1 ساعت وقت داشتم. And I often thought someone needs to do something to help these people. و همیشه فکر می‌کردم یه کسی باید یه کاری بکنه که به این مردم کمک کنه. And I often heard my higher power say very specifically. و همیشه خیلی واضح صحبت نیروی برتر رو میشنیدم که Ken, start a meeting. Ken, یه جلسه شروع کن. No, I can't do that. نه من نمیتونم این کار رو بکنم. That's for people like Bill W. and Dr. Bob for AA. این برای کسانی مثل بیل دبلیو یا دکتر باب که برای الکلی‌های گمنام این کار کردن هست.
I would even codependently say, I can't do that. What will they think? What will other people think? حتی به صورت هموابستگونه فکر می‌کردم و به نیروی برترم میگفتم من نمیتونم اینو انجام بدم. اونای دیگه چی فکر میکنن؟ What if they judge me? اگه قضاوتم کنن چی؟ So my codependence was very active in that drive. در خود همین مسیر من هموابستگیم فعال بود. In talking on and off with Mary, در صحبت‌های کم و بیشی که با مری داشتم، we both came to realize that we maybe could start a meeting and see where it would go. به این نتیجه رسیدیم که شاید میتونیم یه جلسه شروع کنیم و خب ببینیم به کجا میرسه. We did a lot of praying and tried to go, but it kept coming back. خیلی سعی کردیم در این راه که ببینیم به کجا میرسه. I misread this. We did a lot of praying and tried to let it go. Yeah, I didn't get clearly. ما خیلی, thanks for repeating. ما خیلی دعا کردیم و سعی کردیم اونو رها کنیم. But it kept coming back. What kept coming back? The notion to start a meeting. Yeah. ما خیلی دعا کردیم که این مسئله رو تو ذهنمون رها کنیم ولی این ایده‌ای که جلسه رو شروع کنیم دوباره به ما باز میگشت و انگار okay. And we had a number of friends و یه تعداد دوست داشتیم who were struggling with their own recovery from codependence. که با بهبودی خودشون در مورد هموابستگی چالش داشتند. And no place to go. و جایی نداشتند که برن. Now Mary's going to share. نه الان مری میخواد ادامه بده. I remember the first time when Ken mentioned the idea of starting a meeting for codependence. من اولین باری که کن ایده شروع یک جلسه برای هموابستگان رو پیشنهاد داد رو یادمه. I love the idea. ایده رو خیلی دوست داشتم. It was exciting to think there would be a place to be able to share about my codependence. خیلی هیجان انگیز بود برای من که یک جایی باشه که من در مورد هموابستگیم صحبت کنم. And I love that it would be based in the 12 steps. و خیلی دوست داشتم این مسئله که میتونست بر اساس 12 قدم باشه. So because we're codependent, خب به خاطر اینکه ما هم وابسته بودیم we had to go check it out with our friends and see if it was okay. باید میرفتیم با دوستامون چک میکردیم ببینیم اوکی همچین کاری رو کردن. So we were with our recovery friends at a coffee shop after an AA meeting. با دوستامون توی یک کافی شاپ بودیم بعد از یک جلسه AA. And we were talking about our codependence. و در مورد هموابستگیمون صحبت میکردیم. And how hard it was to talk about it in AA meetings. و اینکه چقدر سخته در مورد هموابستگیمون تو جلسات AA صحبت کنیم. Ken shared his idea about starting a 12-step meeting and they were all excited. کن ایده‌ش رو در مورد شروع یک برنامه 12 قدم با اونها به اشتراک گذاشت و همه اونها خیلی هیجان زده بودن. So we breathed a sigh of relief. یه نفس راحتی کشیدیم. And so it began. و این گونه شروع شد. We decided to set up a time with our recovery friends to start organizing the first meeting. تصمیم گرفتیم یک زمانی رو معلوم کنیم که با دوستایمون که تو بهبودی بودن یه جلسه رو با هم شروع کنیم. One of our friends was to write the characteristics.
یکی از دوستامون قرار بود که خصوصیات رو بنویسه، خصوصیات هموابستگی. Ken was writing the preamble, the welcome, and revising the steps and traditions. و کن مقدمه، خوشامدگویی و ویرایش 12 قدم رو برای هموابستگی می نوشت. I was the typist and the organizer. من مسئولیت تایپ کردن و هماهنگی رو به عهده داشتم. And our friends Craig and Renee and I were also looking for a space for that first meeting. دوستامون کریگ، رنه و من دنبال جایی برای این جلسه اول بودیم. Ken spent a lot of hours writing the preamble and welcome. کن برای نوشتن مقدمه و خوشامدگویی ساعتها وقت گذاشت. And I can remember the night when he came out and he was sharing his writing with me. و من اون شبی که کن اومد It may have been my imagination, but it seemed like there was a glow around him. ولی انگار یک حاله نوری اطراف اون بود. When he read the original preamble and welcome, I cried. وقتی که نسخه اولیه مقدمه و خوشامدگویی رو خوند، گریه کردم. After about 3 weeks of trying to search for a meeting place, بعد از 3 هفته جستجو برای پیدا کردن مکانی برای جلسات، we were wondering if we were going to be able to find one. داشتیم فکر می‌کردیم مثلا جایی پیدا خواهیم کرد. Finally, one day, after spending about 3 hours on the phone, آخرش یک روز بعد از گذاشتن 3 ساعت وقت روی یک تلفن و یک تماس، the old style phones. تلفن‌های قدیم. I got an okay from Father Long at St. Mary's Episcopal Church. اوکی از پدر لانگ، فکر می‌کنم اسمشون لانگ بوده، از اون کلیسا دریافت کردم. از یکی از کشیشای اون کلیسا اوکی گرفتم. It was a meeting space in that church. یه فضای جلسه توی اون کلیسا بود. And it was no surprise that we realized a friend of ours was a priest there. و جای تعجب نبود که یکی از دوستای ما خودش اونجا یک کشیش بود. And he had been involved in codependence recovery for some time. و اون توی این داستان بهبودی از هموابستگی خودش یه مدتی بود که توی این فرایند بود. So we were all ready for that first meeting. بنابراین ما همه برای این جلسه اول آماده بودیم. And we started letting people know about the meeting. و شروع کردیم به اطلاع دادن به مردم در مورد این جلسه. Our friend Wendy designed the flyers and we started handing them out. دوستمون وندی طراحی فلایرها و بنرهای تبلیغاتی رو به عهده گرفت و به اشتراک گذاریش رو شروع کردیم. And we mailed them to various treatment centers in the Phoenix area. و اون رو به چندین مرکز بهبودی در منطقه فینیکس ارسال کردیم، پست کردیم. So Ken's going to continue. کن ادامه میده. As time grew near for the first meeting, زمانی که برای جلسه اول بود، our fear and excitement increased rapidly. ترس و هیجانمون خیلی بالا رفت. Fear that no one would come to the meeting. ترس اینکه هیچ کس به جلسه نخواهد اومد. And excitement that we finally have a place, a support group where we could talk about our codependence.
و هیجان در مورد اینکه آخر سر ما یک جلسه جایی داریم که در مورد هموابستگیمون بتونیم صحبت کنیم. And not disguise it in other 12-step programs. و تو جلسات دیگه 12 قدم در مورد اون صحبت نکنیم.